السلام علیکم دوستان عزیز، من سادرین اناев با شما میخوایم امروز با شما در خصوص شکرگزاری کمی صحبت نماییم و بهتر اون است که بعد پورا تماشا کردن این نوار شما این نوار رو به دوستان، نزدیکان، خویشاقربا و آنهایی که میشناسید قدر میکنید روان نمایید. اگر محض توسط این نوار ما توانیم برای بهداشت زندگی نفر سهمگزار باشیم، سرمان به آسمان میرسد. اولا شکرگزار بودن در کار هر صبح بعدی که ما از خواب میخیزیم، شکرگزار از آن که ما به روز نو رسیدیم، نفس باد و هوای روز نو رو نفس میگیریم. شکرگزار بودن در کار از خدای یکا و یگانه که ما را هست کرد. شکرگزار از آن محمد صلی الله علیه و سلم، شکرگزار از دین اسلام، از مذهب ابو حنیفه. شکرگزار بودن در کار از آن که خداوند برای ما بهترین کتاب قرآن را نازل کرده است. شکرگزار بودن در کار از پدر، از مادر خود. شکرگزار بودن در کار از تمام اهل بیت، فرزندان، اویله، اکا و دادر، خویشاقربایی که امروز ما با آنها آمد و رفت میکنیم و معامله میکنیم. شکرگزار بودن در کار از آن که خداوند برای ما چه عضوهای را آفریده است: چشم بینا، گوش شنوا، زبان گویا، دست و بازوی توانا، پای روان، یعنی تمام آن دل و جگر و شش و چه عضوهایی که تا رگ و پیوند و حجره هایی که در ارگانیسم ما هست، یکایک آن را شکرگزار بودن در کار که امروز خداوند برای شما این را داده است که به یگان نعمت نمیتوان این را برکشید. شکرگزار بودن در کار از آن که امروز شما از طبیعت، از آب و از خاک و از باد و از آفتاب و مهتاب و از شب و روز شکرگزاری کردن در کار. شکرگزاری کردن در کار از نعمت‌های خداوند دادگی، یعنی از آن غذاهایی که ما امروز میخوریم، مینوشیم و استعمال میکنیم. شکرگزار بودن در کار از آنی که خداوند برای شما استعداد داده است، هنر داده است، عقل داده است، دانش داده است. از همه این شکرگزار بودن در کار است. ما بعد چنین پیوسته شکرگزاری کردن ها به یک خلاصه می‌آییم که در روی دنیا شخصی از همه دارا، ثروتمند این خودی ما بودیم که از این آگاه نبودیم. چنین نعمت ها و چنین دستاوردها به هر کس میسر نمیگردد. با داده قناعت کن و با داد بیزی، در بند تکلف مشو آزاد بیزی. در به زی خود نظر مکن، غصه مخور، در کم زی خود نظر کن و شاد بیزی. بله، خواهید که فهمید به قدر چنین نعمت ها رسید، یک بار در یتیمی رو کفته بینید، زندگی او را بینید، معیوبان را بینید. شما مردمی را بینید که وطن ندارند، مردمی را بینید که آبی نوشیدنی ندارند. بعد چنین دیدن ها در حقیقت شما درک میکنید که شخصی از همه بزرگ، توانا، دارا در دنیا این شمایید. به قدر چنین نعمت ها برسید. هر روز را با شکرگزاری آغاز نمایید. تشکر برای دقتان. تمنای آن میکنیم که شما محض با شکرگزاری کردن بردوام خداوند برای شما در زندگی شما رزق و روزی، فیض برکت زیاد را عطا نماید و زندگی آسایشته و پر از شادی و فرح را نصیب گرداند. تشکر برای دقتتان.